آقا امیرالمومنین میگه دا هر کی گفت من شیعم فوری باور نکنینا. ببینید اینی که میگه من شیعم این مواظب نمازش هست یا نه؟ اگر کسی گفت من شیعم اما نماز مغرب و عشا تو ساعت 11 خونده، اگه یک کسی گفت شیعم نماز ظهر از شدم غروب خونده، اگر یک کسی گفت شیعم نماز صبحشو نخونده، این دروغ میگه. علی میگه دروغ میگه. میگه آقا تا غروب وقت داریم. آقا جان نماز ظهر تو تا عصر وقت داری، اما اگه عذر داشته باشی بدون عذر شرعی اصلا جایز نی آدم نماز تو تأخیر بندازه. چرا ای پا میکنی ای پا رو هم میگردونی نماز نمیخونی تا غروب؟ مبادا یه وقتی شبا تا ساعت 1 شب دنبال سینه زدن باشید نماز صبحتون رو قضا کنید.